برای ثبت نمایش نوبتی جهت معرفی قهرمانی برنامه با ایادت منوره کریم آمدیم. این بانویی که بیش از 100 سال در قید حیات است و دوران پیری میراند، همسر یکی از شخصیت‌های معروف و شناخته، یکی از خادمان برجسته ساحه معارف، مؤلف نخستین کتاب الفبا هلال کریموف است. منوره کریم به یاد آورد که با هلال کریموف هنوز سال 1332 در سمرقند شناس شده و بعداً رشته حیاتی خود را با او پیوست. 35 سال 35 میخوانده. این سال اویله‌دارشوی آنها بود. اصلا خود منوره کریم و زاده شهر بخارا بوده، در اویله با نفوذ زیایی عربوف ها به دنیا آمده، برای تحصیل به سمرقند آمد و با هلال کریموف شناسایی پیدا کرد. اونها در مکتب خواندن، در مکتب بخارا، در مکتب سمرقند و در مسکو. اونجا مخصوص бухарский дом просвещения для детей مخصوص تشکیل کرده شدن و پدرشان اونجا معاون دیرکتور بودن و بسیار بچه ها از آسیا مرکزی در اونجا میخواندن. این اولای سالهای 20 بود این مکتبم تمام کردن. بعد کورسایم تمام کردن در مسکو، کورسای ماشین چاپی ماشینکا و استنوگرافیا و در تاجیکستان بعد این مکتبم تشکیل کردن و اونجا قریب 30 سال درس میدادن. هلال کریموف در جماعت پولادان شهری کنی بادام چشم به عالم هستی گشوده است. ایام طفلی و نورسیش به زمانی خیلی دشوار راست آمد. به هر صورت والدان جهت سوال نکردن فرزندان میکوشیدند. اونها البته اون وقتا بعد از انقلاب البته وضعیت بسیار وزبین بود برای مردم تاجیک. بیسوادی بسیار بود اون دوره. بسیار مخالفت بود در بین قواهای گوناگون. سیاست وزبین بود. البته اون وقت بسیار وزبین بود شرایط برای خواندن، برای دانش گرفتن، متأسس شدن. البته عذاب میکشیدن. بعضی وقت قلم و کاغذ نبود. برای همین البته اون وقتا بسیار وزبین بود در این راه و این راه معلم شدن اون دوره بسیار وزبین بود چون که مبارزه بود. بعد معلم شدن این به مفکوره دولت نزدیک شدن بود. برای همین اینم قصد بسیار انتخاب کردن این قصد اینم یک قهرمانی بود. تحصیل و فعالیت منبعد هلال کریموف به شهرهای تاشکند و سمرقند ربط دارد. هلال کریموف را مثل چندین جوانان بالای قد به دوشنبه به کار دعوت نمودند. در همین ایام در تاجیکستان الفبای لاتینی عمل میکرد و هلال کریموف در همین وقت اولین مراتبه کتاب‌های سوادآموزی، کتاب خوانیش، الفبا را تالیف نمود. این قدم جدی بود در آن سالها در سمت سواد نکنی مردم. در تاجیکستان اون دوره آزمون اعلان کرده بود. آزمون درباره نوشتن الفبا با طلبات نو، با برنامه‌های نو که در مانندی در منطقه شوروی اوله. بعد برای آزمون پیشنهاد کردن یک نسخه خودشان و این آزمون قبول شد در وزارت معارف و بعد از همون از سال 32 تا سال 89 این الفبا به چاپ رسید. سالهای 30 وقتی که در تمام سابق اتحاد شوروی محو بیسوادی شروع گردید، استاد در این زمینه نیز کتاب‌های زیادی آفریدند، از جمله کتاب سواد برای کلانسالان، کتاب خوانیش. یعنی آن کس نه تنها نگاه خود، تمام نیروی خود را به مکتب زمان روانه ساخته بودند، بلکه آنها برای نسل کلانسالی که با سبب‌های گوناگون مختلف از خواندن و نوشتن بی بهره بودند سهم گذاشتند. تصور کنید که الفبای نشر اول الفبا سال 1933، یعنی اون کس و به خط لاتینی اون وقت از سال
30 تا سال 40 خط لاتینی بود که با خط لاتینی نو شناس خود مؤلف همتونه سال 30 قبول شد خط لاتینی تو اونجا عربی بود انا در مدت 2 سالی همین چیز اون کس با خط لاتینی به اندازه شناس شدن که و با واسطه وی کتاب نوشتن توانستن و این کتاب عادی نبود چند مؤلف های دیگر هم بود از بین چند مؤلف این کتاب غالب آمد و با الفبای استبیلی همیشه گپ بود تبدیل یافت مدت 65 سال وی تکرار به تکرار چاپ شد واقعا همگان هلال کریموف را چون مؤلف کتاب الفبا میشناسند و حرمت میکنند. الفبای هلال کریموف توانست که در سوادآموزی چندین نسل کشور سهم گیرد. الفبای استاد 50 سال مردم ما را سواد آموخت. خدمت خیلی شایسته کرد. من هم از روی همه الفبای استاد سواد آموختم. اکنون من بر اینها از جمع میلیون تاجیکان هستم. یعنی هر سال نو میشد. اول الفبا با آموج بود. حاضر جوان‌ها بسیار نمیدونند که آموج چیست. بعد تراکتور پیدا شد. بعد کتاره، بعد هواپیما، سمالیات، بعد گاگارین پیدا شد. انا همین الفبایم از سال تا سال تکمیل میشد. الفبایی که اون کس نوشتن و همه ما از همون تعلیم گرفتیم از بار یکم سال 1933 چاپ شده باشد. بار آخرین سال 1000 از روی شنیدم از روی گفته پسرشون بعد از وفاتشون هم 2-3 سال برآمدگی سال 88 چاپ شده یعنی 65 بار چاپ شد 65 بار به تنفس چاپ شد. من بسیار جستجو کردم که در مملکت ما در تاجیکستان باز اون کتاب همین قدر سال چاپ شده باشد می و تراژش هم نمیدونم چه خیلی سال میگم یگان کتاب دیگر به من نام بر نکرد. 3 نسل مردم تاجیک از الفبای ایشان تعلیم گرفتند و تا به امروز نیز آن دانش‌های اندوخته خود را در خاطر دارند. اما 3 نسل بیشتر از 50 سال نشر شدن الفبا معنای آن را نداشت که استاد کار نکرده باشند. من خوشبختانه سال گذشته نشرهای گوناگون الفبا را در سالهای 60 و 70 ورق زدم و دیدم که مشاهده کردم که در هر یک نشر نو یک نوگانیه هست. یعنی همیشه باز روی آن کار میکردن. بسیار خوردگیر بودن در همین مسئله الفبا مخصوصا. یک حادثه دیگر رو به من نقل کردم بعد من از خودشان پرسیدم. سال 1961 همین کسموناوت یکم آسمان بپرید در خاطرتان است؟ گاگارینا. این بود ماه اپریل. من همون سال کار دیپلمی می‌نویسم از این کم بیش خبر دارم. کتابی الفبایی که باید همون سال برای علاقه تیپوگرافی شدگی بود است نشریات با تیپوگرافی معلم رفته گفتین که نشر کتاب مسکونید من نویگری می‌دارم و همین صحیفه مقصد دایر به گاگارین داخل کرده اون کس همونجا بعد از خیلی چقدر کشاکشا کتاب با صورت گاگارین همون سال برآوردن سال 61 خیلی فقط شخص جان فدا این کارا میکند آدمی بی‌پروا دلسوز نبودگی این کارا نمیکند. البته خیلی شعرهایی هست که تا به حال در ذهن اون نسل در ذهن چند نسل ماندن و در ردیف آن شعرها متنهایی است که شاید که در آن شب و روز ما با اون خوانها نمیرسیدیم ولی بعد از گذشت سالها وقتی که در اطراف آنها فکر میکنیم در انتخاب آن متنها نیز نظر استاد دید استاد بر این بوده که اون نظرها اون متنها تأثیری تربیتی داشته باشند. شاید بسیاری ها متن خیرس در گوش یحیی چگوف را در یاد داشته باشند که این فکر میکنم که این یک متن بسیار کامل و یک متن بسیار زیبای برای تربیتی که دوست باید چگونه دوست باشد. دوست باید در همه حالت
در حالتهای حتی خیلی چه بگیم که دهشتناک و در حالتهای خیلی خطرناکی که برای زندگیش خطرناک است، باید که دست یاری، دست کمک از دوست خود نبردارد. اومدی گفت الفبای نوشته معلم حاضر میبخشید در خاطرم نیست کدام سال به نظرم سالهای 70 در یک کنکورسی در مسکو تشکیل شده جای یکم گرفت. در این مدت هلال کریموف در چندین وظیفه‌های مسئول از جمله معاون وزیر کارهای خارجی، مدیر کاتدرا و دکان فاکولته دانشگاه دولتی تاجیکستان، سروری انستیتوت تحقیقات علمی آموزگاری را به عهده داشت. عموما در کدام وظیفه باشد همیشه به همه معامله نیک داشت و دستگیر و مددرسان بود. دائما با معارف، دائما با خواندن، دائما با دانش گرفتن کوشش داشتن و بسیار می‌آموختن، مطالعه میکنن کتاب‌ها و این تخصص معلمی هم انتخاب کردن. با این تخصص دلشان جلب شد و بعد از ختم نمودن دانشگاه آسیا مرکزی در تاشکند معلمی کردن، هم در سمرقند بعد هم در دوشنبه. اون دوره البته اینقدر شرایط مهیا نبود چون حاضره و دوره شوروی و بسیار شب و روز کار میکردن. با درس ها هم خودشان معلمی میکردن، از مکتب سر کردن تا پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان. اینقدر میدانستن که معلم پیش از معلمیشان در دانشگاه ملی، در دانشگاه دولتی تاجیکستان کس در وزارت کارهای خارجی کار کردن، معاون وزیر بودن، سالهای 45 47 معاون وزیر شده کار کردن. اینا بعدتر میفهمیدیم و رابطه هاشون بسیار وسیع بود. من با استاد هلال کریموف اولین بار سال 1954 در درس متن کلاسیکی چنین نام داشت آموزاندن خط عربی اساس فارسی روبرو شدم. ما همگی نیم سال در دست استاد تعلیم گرفتیم، لیکن عمر بعد در خاطر ما ماند، چون که یک با اصول عجیب درس می دادن. یکم اینکه همه خط عربی را از روی کتاب درسی تعلیم دادن لازم بود، کتاب درسی نبود. خودشان با عنوان چند حکایات فارسی عکس برداری کرده با همدیگر پیوسته در شکل یک کتابچه 10 نسخه تیار کرده آورده به کتابخانه دانشگاه مانده. از روی همین ما درس میخواندیم. روز اول دیدن که در دست ما همین کتابچه هست، از کتابخانه گرفتیم، یکم ایرادشان به عنوان همین کتاب بود، چند حکایات فارسی. گفتن دوستان عزیز در همین نام یک غلط رفته است، چند حکایات نمی شود، چون که کلمه چند خودش مفهوم جمع دارد، بعد حکایات هم در شکل جمع آمده است. باید نام این دستوری که در دست شما هست چند حکایه فارسی باشد. یکی از خصلت‌های نیک هلال کریموف که شاهدان همیشه به یاد می‌آورند این مناسبت خوب و خیرخواهانه او به شاگردانش بود. برای به قله‌های بلند علمی رسیدن شاگردانش پیوسته تلاش‌ها می‌کرد. بعد از اون که من این دانشگاه ملی تمام کردیم، من با اون کس گفتم که معلم این طرفم راهبرم شما میشوید. همین فکر میکنم سالهای 60 معلم در حق من بسیار خدمت هایی کردن که پدرم به من نکرده است. دانشگاه تمام کردیم،
گفتن که نزد من کار به می بیایی و اینستیتوت پیدناوک و دیرکتر بودم اون کس همین اینستیتوت علمی تحقیقاتی علمای پداگوژی پیدناوک میگفتم مترکه چیز در همونجا دیرکتر بودم. حالی من تمام نکرده سال 61 علاقه کجا فرمان دادن که فلانی بنامجا کارگر اینستیتوت من خودم خرد علمی شدم به کار در آمدم. بعد همین یک 5 ماه کار کردم اونجا کیم چی حادثه های شده من حالا هم نمیدونم این تفصیلات چه معلم یک روز گفتن که من به دانشگاه ملی به کار رفته سالم لیکن تو باید از من پیشتر روی اونجا. ما در طول 5 سال تحصیل با استادان زیادی سر و کار داشتیم. استادان زیادی با ما تدریس کردن ولی استادانی که واقعا هم در دل ما نشستن و برای یک عمر خود را جاوید ساختن انگشت شمارند و یکی هم استاد هلال کریموف بود. زمانی که استاد وارد سیمخانه می شدن در یک آن واحد فضا کاملا دیگرگون می شد. خاموشی همه را فرا می گرفت و همه چشم به طرف استاد بودن که او چی می گوید چی می نویسد. بسیار وقت شروع درس با ذکر یک کلمه با پرسش یک عبارت آغاز می شد و بعداً صحبت گرم در اطراف مسائل زبان در اطراف شگفتی های زبان تاجیکی ما صورت می گرفت. حاضر که بعضی لحظه های اون درس ها به یاد می آورم احساس می کنم که استاد با تمام شیوه های زبان تاجیکی آشنا بودند. تمام کلماتی که در شیوه های مختلف در منطقه های مختلف تاجیکستان خب کاربرد داشتن آنها را می دانستند و ضمن درس با نمایندگان اون منطقه نیز صحبت های صورت می گرفت، پرسش های صورت می گرفت و در اطراف کلمات تاریخی کلمات بحث ها دایر می شد. برای شخصا من باعث افتخاری بزرگ است که همین نام شاگردی چنین شخصیت را دارم. اما در عین زمان باید گویم که در برابر افتخار کردن شاگرد چنین شخصیت بودن مسئولیت را به دوش ما بار میکند. مسئولیت آن را که تا کدام اندازه ما شاگرد صادق و وفادار استاد هستیم و تا کدام اندازه میتوانیم امروز در زمان نو فعالیت آنها رو برای نسل نورس ادامه دهیم. من هرچی که شدم هرچند که اون کس نامزد علم بودن من به دکترین پروفسور شدم هرچی که من صاحب شدم به شرافت اون کس به شرافت تربیت به شرافت راهنماییشان به شرافت مثلا پرهیزکاریشان میگفتن این کار نمیشد تو نکن همین میگفتم بعدم این کار برای تو نمیشد بعضا میشدم در بچگی چه نمیشد. من بسیار چیزها از اون که یاد گرفتم امروزم راهنمای من هستن. شاگرد شناس بدن در نتیجه همه آموزاندن خط عربی پای بردن که در حامد مجیدوف یک میل با آموختن واحدهای فرزولوژی زبان تاجیکی هست. همان وقت در اطراف واحدهای فرزولوژی زبان تاجیکی نه تنها زبان تاجیکی اینچنین زبان روسی هم بحث و مناظره ها میرفت. استاد خواستند که یک شاگرد به وایه رسد همین مسئله را عمیق آموزد از پی همین موضوع شود. واقعا پروفسور حامد مجیدوف همین گونه شخص برآمد که در همین ساحه علم من به ابا گفتم میتوانم همتا ندارد. هلال کریموف همزمان یکی از پاینده‌داران حروفات کلاسیکی ما به حساب می رود. محض با ابتکار او کتاب زبان فارسی برای صنف‌های 5 و 6 مکتب میانه تالیف گردید که از روی آن هم خوانندگان و هم دانشجویان جهت آموزش زبان فارسی استفاده می‌کردند. شما هم آگاه هستید
که برای آموزش خط عربی ما در دست کتاب نداشتیم. استاد که مدیر کافدری زبان فارسی بودن، یک مدت دکن فاکولته شرقشناسی بودن، کتاب درسی تالیف کردند برای آموختن هم زبان فارسی هم خط عربی اساسی فارسی. بعد از همه کتاب استاد دیگرها الهام گرفتند. به نظرم الهام مکرمه نبی و نه قاسمова که کتاب بسیار خوب تالیف کردند و در برابر کتاب استاد کتاب مکرمه نبی و نه هم تا امروز خدمت کرده ایستاده است. تا به امروز بعضی اشخاصی هستند که محض گویا استاد هلال کریم با آفریدن کتاب زبان فارسی برای خوانندگان صنف‌های پنجم و ششم که همچون زبان خارجی تعلیم داده میشد، زبان تاجیکی رو از فارسی کاملا جدا کرده باشد. در صورتی که چنین نبود، من همانطور که قید کردم استاد تمام فعالیت خودشان رو در زمینه خواسته های زمان، اون کس فرزند دور و زمان خود بودند و خیلی نازک بینانه به عمل می راند. در یک از صحبت ها ایشون گفته بودند که من با آفریدن کتاب زبان فارسی برای مکتب های میانه هیچ کس را فارسی گو نکردم. هدف اساسی من فقط این بود که بچگان ما، فرزندان ما از همین خط بهره ور گردند. اگر همان زمان ما می گفتیم که زبان فارسی و زبان تاجیکی هر دو یک است، یگان راهبر شوروی راضی نمیشد که در مکتب های تاجیکستان تعلیم زبان فارسی براه مانده شود. کتاب استاد با شیوه های نوترینی کتاب نویسی در همان زمان نوشته شده بودند و بعد از زمان طولانی وقتی که محتوای آن کتاب رو ما با یاد میاریم میبینیم که در انتخاب موضوعات، در انتخاب موضوعات درسی تا چه حد استاد دقیق کار و دورنگر بودند. برای آموزش زبان فارسی متن‌های را انتخاب کردند که در تربیت اخلاقی و در تربیت ذهنی دانشجویان باید که مؤثر افتاده باشند. من وقتی که با فعالیت علمی اون کس مخصوص مشغول شدم 14 تا کتاب نوشته اون کس. 14 تا کتاب هایی که سالهای 30 برآمدگی از جمله الفبا و کتاب زبان فارسی برای مکتب ها هستند از جمله لیکن انون 12 تاش کتاب های ضروری که برای دور در کار بود. برای دور مثلا زبان تاجیکی برای چل سوادان، الفبا برای غایب خوانان، من خیلی کتاب ها دارد. من حساب کردم 14 نامگویی انبوهی مقاله ها یک قریب 100 تا مقاله دارند. مقاله های بسیاری نوشتگی هستند. بسیاری از اونها تا حال جمع آوردگی مانده. من هم در همون فهرستایی که ما ترتیب دادیم بسیاری از این چیزهای جمع کرده نتونستیم چون که در کتابخانه ها هستن، در دست خودشان هم نبود. یک کمک بی‌پروایی هم داشتن، مثل بعضی ها خورده گرانه جمع نمی‌کردن. من از کتابخانه ها از دیگر جاها جمع کرده بودم بسیارش. لیکن حالا هم همش جمع نکردیم. بنابراین یگان افسوس که از اویله اونا یگان فیلولوگ نبرآمد. لیکن اگر یگان شو ابیرمی یگان چیز دیگرشان اگر همین مخصوص مشغول شوند، اگر عالم چیزایی هست که حاضر روی آب نبرآمده است. معلم من همچون نه فقط همچون پداگوگ متخصص ساحه معارف به درجه اولش حساب میکنم، اون کس همچنین زبانشناس بسیار ذکی ساحه زبان فارسی و تاجیکی بودن. برای ببینید قریب 30 سال از سال 61 تا سال 72 چند سال بشه 20 سال مدیر کافدره بودن. فقط
سال 82 همین کافدره خودشون شخصا سپردند که من دیگر اینا اداره کرده نمیتونم یگانتون صاحب شوید که بعد نجمان جای این کس مدیر شدم. یعنی در ساحه زبان فارسی بهترین متخصصی تاجیکستان همون کس بودن و همون مقامات بالا اینا به حساب میگرفتن در مورد مثلا مصلحت در مورد تشکیل کردن یگان جماعت حتما این کس دعوت کرده مصلحت این کس میگرفتن. بعد چند بار به من گفتن که من همین رادیوی خارجی من تشکیل کرده بودم گفته بودن. سالهایی که در همون معاون وزیر کارهای خارجی بودگی که سالهای 45 47 انا همون سالها همین رادیو تشکیل شدگی رادیوی خارجی. همه دانشمندان و عالمان و اربابان سیاسی و جمعیتی هلال کریموف را حرمت می‌کردند. از او مصلحت می‌پرسیدند و در چهاربینی‌های با نفوذ دعوت می‌کردند. و گذشته از این عزت مؤلف کتاب الفبا میان همه ساکنان کشور به اندازه بود. با بسیار حجت آوردم. مثلا کاتب پرتوی جمهوری هم وقت رسولوف یک مقاله مخصوص نوشته بودن در اگانیوکی روسیه مسکو سر تا پا تعریف که معلم همچون پداگوگ دیگر نمونه ندارند بهترین پداگوگی مملکت ما. زمانی که با پسرش فرشید کریموف ما بایگانی استاد را از نظر می‌گذراندیم چشممون به یک عکسی خیلی جالبی افتید. بیست و نهم مای سال 1982 مکتب رقمی ده فرخور نوحه فرخور یعنی رسم کشیدم. محبت مردم چون زیاد بود و استاد که میخواه نه؟ حتی نوحه دوردستری هر سال دعوت میکردن یکم منطقه به یکم ناحیه وقتی که روزی علیبو میشد یعنی آدم ها همین شاگردان باسواد شدن باید گرفتند و بعد دعوت میکردن برای خونخوری و مالی. گذشته از این هلال کریموف توانست اویلای نمونه‌ای بنیاد کند. همسرش منوره کریمووا یکی از اولین نطاق‌های بخش روسی رادیوی تاجیکستان بود و همزمان در بخش استنوگرافیا یکی از متخصصان بهترین به حساب رفته در این سمت تعلیم میداد و کتاب خاصه صاحبه را نیز تالیف کرده بود. در رادیو چند سال کار کردی؟ در رادیو 4 سال. Работал в 1931-1932 году. Вы знаете, я работала в редакции газеты «Татарстан Соединили» сотрудником, переводчиком. Приходил из радиокомитета человек, меня спросил, кто чисто говорит по-русски. Они на меня показали. Он подошел ко мне и стал говорить, что вот у них так дикторы нужны, хочет со мной познакомиться. Начал расспрашивать. Потом он мне сказал, что я туда пришла. На следующий день я туда пришла, там еще были люди. Этот человек, армянин, очень солидный был. Он руководил дикторами. Вот он там был, еще люди были. Опять стали меня расспрашивать. Потом стали проверять мою дикцию. Ну, потом через день сказали, что я приступил на работу. اونها هم پدر هم مادر امین از بچگی ما کوشش میکردن که ما صاحب دانش شویم که ما به علم نزدیک شویم و دائما با کتاب هم خودشان با کتاب هم به ما می آوردن کتاب برای مطالعه. بعد یعنی همین جلب به علم به دانش این یک کوشش زیاد کلان بود از طرف اونها. هر 5 فرزند این اویلا در بخش‌های گوناگون علم سزاوار عنوان دکتر علم شدند و جمشید کریموف تا وظیفه سروزیری جمهوری تاجیکستان رسیده است.
برادر کلانی خورشید در ساحه بیولوژی رستنی، خواهرم مطلوبه در ساحه بیولوژی آدم، جمشید برادر اقتصادچی، من گیوفیزیک و امید حکم دادرم متیماتیک. با وجود همه این دستاورد و پیشروی، ناعدالتی‌های زمان به هلال کریموف نیز بی تاثیر نبود. او را نیز به تهمت گرفتار نمودند و شاهدان میگویند که این به سلامتی منبعد استاد بی تاثیر نماند. در روزنامه معارف و مدنیت یک مقاله چاپ شد. در اونجا بعضی محققان از اکادمی، از دانشگاه تاجیکستان، اونجا یک ایراد 60 سالگی شوروی بود. اون وقتا قید میکردن 60 سالگی دولت شوروی و از رادیو یا از تلویزیون روزنامه نگاران آمدن از پدر پرسیدن یک سخن گپ زنید نسبت همین 60 سالگی شوروی. پدر گفتن که در دوام بسیار کوتاه مدت آدم مردم تاجیک از قریب بیسوادی و سوادناکی رسیدن. سال 1982 یک گروه یک مقاله نوشت در گازیته معارف مدنیت چاپ شد و مقاله بسیار غرضناک بود. یک کلمه به مخبر شبکه تلویزیونی مسکو باعث همین قدر گپ کلاچه شد. گویا که معلم در کجای گفته باشد که در تاجیکستان پیش از انقلاب اکتبر همگی 3% باسواد بود، دیگر همه بیسواد بودن. رقمی که اون کس گفتن رقمی خودشان اختراع کردگی نه، این حساب استاتیستیکی معمول حجت های دوره شوروی بود. در حقیقت شما تصور کنید تاجیکستان کوهستان نه، تاجیکستان کوهستانی که بخارا و سمرقنده، همه مردمش در کوهستان زندگی میکنه. از کجا سواد داشت؟ سواد البته نبود. به شرافت همین حاکمیت شوروی در حقیقت ما صاحب سواد شدیم و صاحب مثلا دوباره صاحب فرهنگ شدیم و دیگر. البته ما فرهنگ قدیمه داریم، بعضی ها هم جار زده میگن ما فرهنگ داریم درست، اما مردم تاجیکی پیش از انقلاب شما تصور کنید. البته اینجا مقام انقلاب و دیگر بود. همین معلم یک زن میگفتن که از روی الفبای من در مکتب در 4 ماه هم نه، در 3 ماه بچه علاقه سواد میپرد. در 3 ماه در حقیقت ایدی الفبا میشد. هر سال اون کس میرفتن ایدی الفبای دکبر بنه آخرای نویبر من میگذراندن. در آخر نویبر سال علاقه بچه کتابخوان میشد از روی همون کتاب الفبای بخونه. اونجا بعضی معلمان کمترک دیگه خیلی فهمیدن گویا که تاجیکان ملت قدیم است که ما ابن سینا داشتیم و پدر اینش رو در نظر نداشتن. گفتن که این بعد از انقلاب همین وضعیت شد که قریب بیسوادی بود و همین در دوام 60 سال ما از بسیار دستاوردها و قله دانش رسیدیم. اینش که فهمیدن گویا که ما بیسواد بودیم، ما هیچ نداشتیم و همین خیلی بعضی نفهمی شد. پدر ما هم سخت رسید این مقاله. مندرجه مضمون همین مقاله به استاد خیلی تاثیر منفی رساند. این بعضی همین ناتوان ها تشکیل کردن مخصوصا بعد از اون که رسول قضا کرد، سال 82 بود به نظرم قضا کرد.
اینا تشکیل کردن که خیلی همین درجه به همین زینو نرسد افتادیم. معلم هیچگاه همین فکر و اندیشه و طبیعتشون کیفیتشون ظاهر نمیکردن. یک سال بینید خرسند گویا. اما بعد همین حادثه سال 82 من انیق بدونم که معلم زیق بودن. یک بار با ما گفتن که چند بار خواستم نزد نبیف دارم، رئیس کتبی دور نبیف بود، قبول نکرد. چند بار روم قبول نکرد. همین به زیق شدم. من سال 82 این حادثه شد، سال 82 بعد قضا کردم. این چیزای بی‌عدالتی در اون دوران بسیار بود. این بسیار سخت تاثیر کرد. ولی در همه حالت از هلال کریموف در یاد دوستان و همکاران و شاگردان و پیوندان همیشه خاطراتی عجیبه باقی مانده است. وقتی که هنوز در آوان دانشجویی برای یک سال به دانشگاه کابل ما 3 نفر رو فرستادند، استاد ما رو به یک گوشه دعوت کردن. اون وقت من دانشجو بودم. گفتن که یک مصلحت پسرم، میدونی گفتن همین هنرمندان بسیار خصلت عجیب دارند. هنر خودشون رو غیر از فرزندانشون به کسی دیگر با تمام سرش فاش نمیکنن. من میدونم سخن درباره استاد حسنی، شادروان حسنی میرفت که یکی از خطاطان ماهری تاجیکستان بودند و بسیار کتاب ها رو از جمله کتاب های درسی استاد هلال کریم رو و کتاب اولین زبان فارسی ما رو نیز با دست خطاطی کرده بودند. روانشان شاد بود. ما از اون کس مشق خطاطی می آموختیم، خوشنویسی، و استاد با نظر داشتن که در افغانستان در دانشگاه کابل خطاطان نامی هستند، گفتند که فرصت رو ثمرانه استفاده کن. در برابر درس هایی که به شما پیشنهاد میکنن حتما نزد استاد خطاطی میروی و همین هنر رو یاد میگیری. و همین کار رو هم کردم. خوشبختانه البته خطاط ماهر نبودم و نیستم و نشدم، اما با وجود این اسرار همین خوشنویسی فارسی رو سالهای زیاد به شاگردان تعلیم هم دادم و فکر میکنم که این همه به شرافت همون مصلحت های بسیار خالصانه، مهربانانه و پدرانه استاد هلال کریم بود. سالهای 60 دیگه همین یک مخبر پراود میبیاد و درباره تاجر مقاله نوشته نمیشه. بعد از قشلاق به قشلاق میگردد چی نویسم گفتم. یک وقت پامیر میرود و یک جای بسیار زیبایی میبیند، میگه که درباره همین قشلاق من باید یک مقاله نویسم. پراود و چاپ میکند مقاله. سکارتینکی в твоем букваре. بعدم مقاله چاپ میشه، نامش سکارتینکی в твоем букваре. بعد میرند و مردم هم میپرسد که شخصیت بهترین قشلاقتان کی؟ میگن که گل ایزار، معلمه گل ایزار. بعد پیش معلمه میرود، همون مخبر میرود میگوید که من درباره تو باید یک مقاله نویسم، منم قشلاقتان بسیار زیبا بود است، تو اینقدر آدم تربیت کرد. بعد معلمه فکر کرده میمونه، من به مقاله پراود میگم نمیارزم. اگر مقاله نوشتنی باشید درباره هلال کریم نویس. این کتابش از روی من این کتابش من خودم درس خوندم. از روی این کتابش امسال درس میگذارم. شخصی که به مقاله تو میارزم میگن هلال کریم است. خیلی افسانه نمیگم. همین خیلی افسانه ها درباره این آدم هستم. و افسوس که من خیلی یک آدمی که به افسانه تبدیل یافته بودن لگنده میگن کورسان. ما امروز رو به فراموشی دادیم. این خوب نیست. همصحبتان ما ابراز می‌دارند که می‌سزد به خاطر شخصیت نوتکرار بودن در پایتخت کشور یا زادگاهش کوچه به نامش گذارند، چون در سواد آموزی چندین نسل فرزندان تاجیکستانیان سهمی با سزای گذاشته است. کاری کرده معلم در علم تاجیک خدمت‌های بسیار بزرگ کردن به فکر من، لیکن من نمیدونم اینجا من هم شاید همچون شاگرد گناهکار باشم
فرزندانشان هم گناهگار باشند که همین بعد از وفاتشون همین ما همین دستاوردهای این کسا به مردم چیز نکردیم، شاید درست پیشکش کرده یا نشان دادن نتونستیم. چون که از روی شنیدی من همین کس که همین قدر خدمت ها کرده حتی یک آن کوچه به نامشان نیست، نه در دوشنبه نه در وطنشان کنی بادام. الفبایی که اون کس نوشتم و 65 سال چاپ شد، من باوری دارم که باز یک روز دیگر اثر نو چاپ بشد در تعلیمی مثلا مکتبی ما جاری شده. من فکر میکنم که در ظهور و تشکل و بالندگی احساس مثل غرور ملی، احساس ملی، مثل احترام به گذشته، احترام به فرهنگ، کتاب هایی که استاد کرده و مخصوصا این کتاب زبان فارسی برای 56 نقش این کتاب نهایت مهم است. این کتاب بود که بسیاری ها را چه در داخل دانشگاه و چه در مکاتب میانه ذهنشان را، هوششان را وادار کرد که ما باید که به گذشته خود، به تاریخ خود، به فرهنگ خود به تفاوت نباشیم و راه به گذشته ما، راه به آشنایی، شناخت گذشته محض توسط همین الفبا صورت میگیرد. الفبایی که امروز بیش از هر روز دیگری دانستنش برای ملت ما، برای فرزندان این ملت ضرور است. گذشت سالها بزرگی و همین بزرگی و ناتکرار بودن این چهره ها را هرگز کم نمی کند.